دادگاه نویه تیمیریز شهر مسکو روز 19 اپریل جروی 30 ساله از تاجیکستان رحمت الله دودخدایف را برای 2 ماه تا 8 ایون به حبس خانگی گرفت. دودخدایف اخیراً در شرایط خانه مراسم ختنه یک طفل 1 ماهه عائله مهاجران تاجیک را در مسکو انجام داد، ولی هنگام ختنه بر اثر الرژی کودک به داروی لیدوکائین احوال او بد شد. این طفل نوزاد تا حال در بیمارستان در حالت کما قرار دارد. نشریه ویچرنای مسکو درباره این حادثه تفصیلات بیشتری را به دست آورده است. بنا به این منبع مراسم ختنه روز 7 اپریل در یک منزل در کاروینسکای شاسه واقع در قسمت شمال مسکو صورت گرفته. پدر و مادر کودک یک طبیب هموطن خود را که برای تحصیل به روسیه آمده بود برای انجام این کار دعوت کردند. والدان کودک میگویند که طبیب رحمت الله دودخدایف به آنها گویا گفته است که تجربه انجام ختنه را دارد و از عهده این کار به خوبی میبراید. دودخدایف انجام ختنه برای انستزیا یعنی موقتا بیهوش کردن کودک از لیدوکائین استفاده برده است، ولی این دارو به بدن کودک الرژی داده او را لرزه و نفس تنگی گرفته است و در نهایت طفل نوزاد از هوش رفته است. پدر و مادر کودک از این حالت ترسیده به یاری تاجیلی زنگ زدند، ولی از بس که یاری تاجیلی دیر کرده است آنها یک ماشین را از کوچه داشته خودشان کودک را به بیمارخانه بردند. طبیبان کودک را زود در ریانیماسیا خوابانیدند. طبیب دودخدایف و پدر کودک را باشد خود همان روز برای بازپرسی به شعبه پلیس بردند. بعد به کام افتادن کودک ریاست تفتیشات شهر مسکو به سنجش این حادثه پرداخت. به زودی با اتهام رساندن خدمت رسانی که جوابگوی قاعده های بیخطری نیست پرونده جنایتی گشودند. دادستان شهر مسکو نیز به این قضیه دخالت کرده جریان تفتیش آن را زیر نظارت خود گرفته است. دودخدایف در حقیقت معلومات عالی طبی با اختصاص جراح دارد، ولی او این معلومات عالیش را در تاجیکستان گرفته است و در روسیه برای انجام چنین جراحی ها اجازت نداشت. ویچرنای مسکو می نویسد همگی چند ماه پیش دودخدایف عکسش را در صفحه‌اش در یکی از شبکه‌های اجتماعی گذاشته مکان بود و باشش را زاگردنای شاسه نشان داده بود. در این قسمت مسکو پژوهشگاه کلینیکی علمی و تحقیقاتی به نام سویرژفسکی و چند مؤسسه طبی جایگیر شدند، ولی معلوم نیست که آیا دودخدایف در اینجا کار یا تحصیل میکرد یا نه. ختنه پسران در بین خلق‌های گوناگون اساساً در بین مسلمانان و یهودیان یک عنعنه رایج به شمار می رود. در برخی کشورها از جمله در مصر دختران را نیز ختنه میکردند. معمولاً ختنه کودکان را بعد کمی بالغتر شدن آنها ولی نه دیرتر از رسیدن آنها به سن 12 انجام میدهند، ولی وقت‌های آخر بعد تولد کودک انجام دادن ختنه آنها رایج‌تر شده است.